1001 شب. چون شب 707 برآمد، گفت ای ملک جوانبخت. احمد دنف چون حاضر آوردن عجوز به ذمت گرفت، از نزد خلیفه بیرون شد و تابعان او و حسن شومان بر وی گرد آمدند. احمد ماجرا به دیشان بگفت و به ایشان فرمود در این شهر عجوز بسیار است، ما این عجوز چگونه پدید آوریم؟ یکی از زیر دستان احمد که علی کتف و جمل نام داشت به احمد دنف گفت تو از بهر چه با حسن شومان مشورت میکنی؟ حسن شومان گفت ای علی، چگونه مرا حقیر می شماری؟ به نام بزرگ خدا سوگند که من در این کار با شما موافقت نکنم. این بگفت و خشمگین برخاست. احمد دنف روی به زیر دستان کرده گفت هر 10 تن از شما به کویی رفته دلیله را جستجو کنی. آنگاه علی کتف و جمل با 10 تن برفتند و پیش از آن که پراکنده شوند با یکدیگر گفتند که در فلان محلت در یک جا جمع آییم. پس در شهر شایع شد که احمد پدید آوردن دلیله محتاله را به ذمت گرفته. آنگاه زینب با مادر خود گفت ای مادر، اگر حیلتگر و عیاری باید حیلتی با احمد دنف ببازی. دلیله گفت دختر، من جز از حسن شومان از کسی نمی ترسم. زینب گفت به گیسوان خودم سوگند که جامه های 41 تن عیار از بهر تو حاضر آورم. در حال برخاست جامه فاخر بپوشید و نقابی بر رخ بیاویخت و به نزد عطاری شد که آن عطار دارای خانه‌ای بود 2 دری. 1 دینار به آن عطار داده به او گفت خانه خود را 1 امروز به من کرایه ده. عطار کلیدهای خانه بدو سپرد. زینب به خانه خیش بازگشت، فرشها به درازگوش هیزم فروش نهاد و بدان خانه بیاورد و فروش در خانه گسترده سفره طعام و شراب بنهاد و خود رو گشاده بر در بایستاد که ناگاه علی کتف و جمل با تابعان خود برسیدند. زینب پیش رفته دست او را ببوسید. علی کتف و جمل دید دخترکی است خوب روی، مهرش بر او بجنبید. به او گفت چه می‌خواهی؟ زینب گفت تو احمد دنف هستی؟ علی گفت نه، من از زیر دستان اویم و نام من علی کتف و جمل است. زینب گفت کجا می‌روید؟ علی گفت از بهر عجوز حیلتگر که مال مردم برده همی گردیم. تو بگو که کیستی و از بهر چه در این مکان ایستادی؟ زینب گفت پدر من در موصل باده فروش بود. چون او بمرد مالی بسیار به میراث گذاشت. من از بیم حکام بدین شهر آمدم و از مردم پرسیدم کیست که در این شهر مرا حمایت تواند کرد؟ گفتند جز احمد دنف کس تو را حمایت نتواند کرد. علی گفت زیر دستان او نیز تو را حمایت توانند کرد. پس زینب به ایشان گفت پاس خاطر من لقمه نان بخورید و جرعه آب بنوشید. ایشان دعوت زینب را اجابت کردند و به خانه اندر شده خوردنی بخوردند و باده بنوشیدند. زینب بنگ در ساغر شراب کرده ایشان را بی خود کرد و جامه های ایشان برکند و با سایر زیر دستان احمد نیز بدان سان کرد تا اینکه دور به احمد دنف رسید
که او دلیله را جستجو کرده نیافته و از تابعان خود نیز کسی را ندیده بود. چون به نزد دخترک رسید، زینب پیش رفته دست او را ببوسید. او را مهر زینب بجنبید. زینب به او گفت تو کیستی؟ گفت من احمد دنفم. تو بازگو که کیستی؟ زینب گفت من غریبی هستم از موصل و پدر من باده فروش بود. چون او بمرد مالی بسیار به میراث گذاشت. من از بیم حاکمان بدین شهر آمده این میخانه بگشودم. والی خراج بر من نهاده. قصد من این است که در پناه تو باشم و به چیزی که والی از من میگیرد تو سزاوارتری. احمد دنف به او گفت به والی چیزی مده که رعایت تو بر ما لازم است. زینب گفت خاطر من به دست آورده و لقمه ای از طعام من بخور. احمد دنف به میخانه اندر شد. طعام خورده و شراب بنوشید و دخترک او را مدهوش ساخته جامه او را بگرفت و همه آنها را به اسب بدوی و درازگوش هیزم فروش بار کرده علی کتف و جمل را به هوش آورد و خود روان گشت. چون علی به خود آمد خیشتن را برهنه دید و احمد دنف و تابعان او را بی خود یافت. ایشان را به خود آورد. چون ایشان خیشتن را برهنه دیدند احمد دنف گفت ای جوانان این چه حالت است؟ ما از بحر عجوز میگشتیم که او را به دست آوریم، اینک این روسپی به ما حیلت کرده و ما را در دام افکنده است. ای کاش حسن شومان در میان ما می بود. اکنون باید در این مکان صبر کنیم تا ظلمت شب برآید و ما به سوی منزل توانیم رفت. ایشان را کار بدینجا رسید. و اما حسن شومان هنگام شام به خانه باز آمده یاران خود را در خانه نیافت و از دربان خود جویان بود که ناگاه ایشان برهنه در آمدند. حسن به ایشان گفت هر که بی مشورت کند تدبیر غالبش بر هدف نیاید تیر. بیخ بی مشورت که بنشانی ندهد بر جز از پشیمان. پس از آن به ایشان گفت شما را که برهنه ساخته؟ گفتند ما پدید آوردن عجوز را به ذمت گرفتیم. دخترکی ما را برهنه کرد. حسن شومان گفت خوب کردن که با شما این کار کرد. ایشان گفتند ای حسن مگر تو او را می شناسی؟ حسن گفت او و عجوز هر دو را می شناسم. ایشان به حسن گفتند خلیفه را چه جواب گوییم؟ شومان گفت ای دنف تو در پیش خلیفه به عجز اعتراف کن و به او بگو که من عجوز را نمی شناسم. تو حسن شومان را بر این کار بگمار. پس آن شب را بخفتند. بامدادان به دیوان خلیفه برآمدند و زمین بوسه دادند. خلیفه گفت ای احمد عجوز کجاست؟ در حال احمد شمشیر از میان بگشود و گفت من عجوز را نمی شناسم. تو حسن شومان را بر این کار بگمار که او عجوز و دختر او همی شناسد. ولکن عجوزی که این حیلت ها کرده از بهر طمع مال نیست و او را قصد این بوده است که عیاری خود و دختر خود را به خلیفه آشکار کند تا اینکه خلیفه شغل شوهر او به وی سپارد. پس شومان آوردن عجوز را ضامن گشته از کشتن او شفاعت کرد. خلیفه گفت به روح پدران پاکم سوگند که اگر آن عجوز چیزهای مردم باز پس دهد او در امان است و شفاعت حسن را بپذیرم. آنگاه خلیفه دستارچه امان به حسن شومان بداد. حسن شومان به سوی خانه دلیله روان گشت و بانگ بر دلیله زد. دختر دلیله جواب داد. حسن پرسید مادرت کجاست؟ بگو که چیزهای مردم باز آورد و با من در دستگاه خلیفه حاضر آید که از بهر او دستارچه
امان آورده‌ام. اگر بخواهد به در نیاید جز خویشتن کسی را ملامت نکند. در حال دلیله بیرون آمد و چیزهای مردم را به درازگوش هیزم فروش و اسب بدوی بار کرد. حسن شومان به او گفت: چیزی که در نزد تو باقی ماند جامه‌های احمد دنف و زیر دستان اوست. عجوز گفت: به نام بزرگ خدا سوگند که من ایشان را برهنه نکرده ام. حسن گفت: راست میگویی. این حیلت‌ها از دختر تو زینب است. پس حسن با دلیله به سوی خلیفه روان شدند. حسن پیش رفته چیزهای مردم را در پیشگاه خلیفه حاضر کرد. چون خلیفه آنها را بدید فرمود که عجوز را در زندان مخلد دارند. دلیله گفت: ای شومان، من در پناه تو ام. حسن شومان آستان خلیفه ببوسید و گفت: ای خلیفه، تو او را امان داده ای، بر وی ببخشای. خلیفه گفت: او را به تو بخشیدم. آنگاه خلیفه روی به عجوز کرده نام او بپرسید. عجوز گفت: نام من دلیله است. خلیفه گفت: تو محتاله ای. بدین سبب دلیله محتاله لقب او گشت. پس از آن خلیفه پرسید: این کارها از بهر چه کردی؟ دلیله جواب داد: ای خلیفه، من از این حیلتها قصد طمع نداشتم، ولکن چون حیلتهای احمد دنف و حسن شومان را شنیدم خواستم که هنر خیش آشکار کنم و حیلتگری خود ظاهر سازم. در آن هنگام هیزم فروش برخاسته دادخواهی کرد و با دلیله گفت: گرفتن درازگوش من بس نبوده که دلاک مغربی را بر من گماشتی که دندانهای من به در آورد و جبینهای من داغ کرد. چون قصه به دینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. قصه گو شهرزاد فتوحی. تنظیم مجتبی میرسمی.